خبرگزاری اسلامی افغانستان و خبرگزاری روسی سپوتنیک افغانستان با تکیه به منابع خود در کابل خبر دادند که روز 4 فوریه سال 2024 سفارت افغانستان در شهر توشکند پایتخت ازبکستان رسما به دست سفیر نو از جانب رژیم حرکت تندرو طالبان فرستاده شده سپرده شد. مقامات ازبکستان و نمایندگان طالبان تا حال رسما این خبرها را تصدیق یا رد نکردند، ولی این دو رسانه خبر دادند که امارت اسلامی افغانستان که طالبان رژیم خود را چنین مینامند به تاشکند نمایندگانش را فرستادند و روز 4 فوریه معرفی کردن سفیر نو دایر شده است. رادیوی آزادلیک خبر داد که وزارت خارجه این به نام امارت اسلامی هنوز نیم سال قبل مولوی مغفورالله شهاب را که در آن وزارت به حیث معاون رهبر اداره سیاسی کار میکرد همچون نماینده جدید خود به تاشکند فرستاده بعدا به مقام سفیر افغانستان در ازبکستان تعیین کرده است. روز 4 فوریه باشد مولوی شهاب را به عنوان سفیر نو به کارمندان سفارت معرفی کردند. او در این مقام احمد خالد علمی را که هنوز سال 2020 از جانب حکومت قبلی افغانستان به مقام سفیر در تاشکند تعیین شده بود عوض کرد. در مورد علمی تنها همین قدر گفتند که او به دلیل به پایان رسیدن زمان مأموریتش ترک مقام کرد. مولوی شهاب پسر مولوی شهاب الدین دلاور است که در حکومت ساخته طالبان مقام وزیر معادن و نفت را در دست دارد. طالبان قبلا ادعا کرده بودند که الکی در 17 کشور دیپلمات‌های خود را جابجا کردند. در بین کشورهایی که سفارتخانه‌های افغانستان را به دست طالبان سپردند چند کشور بزرگ مهم از جمله خطای روسیه و ایران نیز هستند. به فرق از دیگر کشورهای منطقه، تاجیکستان تأسیس حکومت فراگیر در افغانستان با تأمین نمایندگی شایسته دیگر خلق و اقوام و ساکنان اون کشور به ویژه تاجیک‌ها را همچون شرط شناختن رژیم نو طالبان گذاشت. سفارت افغانستان در دوشنبه تا حال در دست نمایندگان نیروهای ضد رژیم طالبان قرار دارد و بسیاری از رهبران نیروهای ضد طالبان نیز با اهل خانواده‌هایشان در تاجیکستان پناه یافتند. اما اخیرا یک نماینده طالبان ادعا کرد که امور کنسولخانه افغانستان در شهر خاروغ مرکز مأموری ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان که با ولایت‌های تخار و بدخشان افغانستان هم مرز است به دست او سپرده شده است.